بعد از چند سال اجرا نشدن نقشه قبول داوطلبان با مکاتب عالی و میانه مخصوص تاجیکستان با پیشنهاد مرکز ملی تستی چنین نقشه در سال جاری حدود 10% کم کرده شده است. سبزعلی جعفرزاده مدیر مرکز ملی تستی در نشست خبری نهاد زیر رهبریش سبب کم کردن نقشه قبول داوطلبان در سال جاری را شرح داد. در اینجا مسائل تکرارشوی اختصاص‌ها وابسته به سمت دانشکده و دانشگاه‌ها معین کردن اختصاص‌هایی که به داوطلبان پیشنهاد کرده می شود و البته وابسته به پیشنهاد ما بعضی قرارها قبول کرده شدند. با گفته نماینده دیگر مرکز ملی تستی سال جاری برای قبول داوطلبان کمی بیشتر از 96,000 جای مقرر شده است، در حالی که این رقم در سال گذشته زیاده از 105,000 بود. سال جاری نزدیک 100,000 داوطلب ثبت نام شده است. موافق نتیجه های تقسیمات ما همگی 65,266 نفر داوطلبی در امتحانات اشتراک کرده فالوی گزارش و سوالشپر رو تقسیمات کردیم. از جمله تعداد داوطلبان دوره تحصیلات عمومی اساسی صنف نهم 9,024 نفر که این برابر است با 57 از 136% شماره داوطلبانی در امتحانات اشتراک کرده فالوی گزارش و صاحب شده، یعنی در زمینه صنف نهم. صنف 11 هم باشد 55,342 نفر رو تشکیل می‌دهد که این برابر است با 80% شماره داوطلبانی دوره تحصیلات میانه عمومی یعنی صنف 11 ابتدایی و میانه کسبی در امتحانات اشتراک کرده فالوی گزارش را صاحب شده. با گفته عبدالواسط شادینیا حالا کمی بیشتر از 20,000 داوطلب امکان شرکت در تقسیمات تکراری را دارند. دوری دوم تقسیمات داوطلبان با مکتب‌های عالی و میانه مخصوص از 12 تا 15 آگوست برگزار خواهد شد. کم شدن شماره داوطلبان تحصیل در مکتب‌های عالی تاجیکستان بعد سال 2021 و قبول قانون نوی دعوت به ارتش سر شد. قانون پیشینه دانشجویان را از عهده‌داری‌های حربی آزاد می‌کرد. وقتی که این بند قانون بیکار شد، صف دانشجویان نیز با مراتب کاهش یافت. بنابر بند نوی قانون، ختم کننده های کافدرهای حربی دانشگاه‌ها نیز دیگر از خدمت در ارتش آزاد نیستند.